سلام، امروز اومدیم با ادامه مباحث HPV. همونطور که در مباحث قبلی خدمتتون عرض کردم، HPV یا هیومن پاپیلوما ویروس توسط یک ویروسی انتقال پیدا میکنه که معمولاً از طریق جنسی منتقل میشه و طبق تحقیقات عامل بیش از 90% از سرطان‌های دهان، سرویکس و مقعد میتونه باشه. بنابراین ما باید راهکاری داشته باشیم که بتونیم از اون جلوگیری کنیم. مهمترین راهکاری که باعث جلوگیری از ابتلا به اون میشه واکسن HPV هست که در ظرفیت‌های مختلفی در بازار عرضه میشه. هرچقدر که میزان ظرفیت اون بیشتر باشه، پوشش اون بهتر و کاملتر هست. اگرچه ظرفیت‌های پایین‌تر هم به علت تقاطع‌های که در زنجیرهاشون وجود داره میتونن پروتکشن و محافظت قابل قبولی رو برای ما ایجاد کنن. بنابراین توصیه میشه که اول با واکسن ظرفیت بالا و در صورت که در دسترس نبود سایر واکسن ها حتما استفاده بشه. سن شروع تزریق این واکسن طبق رفرنس هایی که در سطح بین المللی ارائه شده از 12 ساله، ولی گفته میشه که از 9 سال هم میتونه تزریق انجام بشه و گفته شده که تا 45 سال هم میتونه باعث ایجاد عامل محافظتی برای خانم ها و آقایون باشه. اگر زیر 15 سال واکسن تزریق بشه در 2 دوز و اگر بالای اون تزریق بشه واکسن در 3 دوز تزریق میشه و در افرادی که بیماری های خاص و زمینه‌ای دارن هم باید تزریق بشه، ولی میزان و دوز اون طبق نظر پزشک باید انجام بشه. نکته دیگه که خیلی از بیماران از من سوال کردن در مورد این هستش که آیا استفاده از توالت‌های عمومی و یا استخر میتونه عامل انتقال این ویروس بشه؟ باید عرض کنم که خیر، اینطور نیست. درسته که این ویروس در صورتی که القا بشه در سطح پوستی که خراشیده شده باشه و یا مقاومت درست رو نداشته باشه باعث ایجاد زیگیل میشه، ولی این زیگیل همون زیگیلی که باعث ایجاد سرطان سرویکس میشه نیست. بنابراین این تفکر که استخر و یا توالت‌های عمومی باعث ایجاد سرطان سرویکس، دهان یا مقعد شدن درست نیست. نکته دیگه که خیلی دیده میشه اینه که در آزمایش امکان داره اتفاق بیفته که ویروسی که در یک فرد پیدا میشه با ویروسی که در پارتنر و شریک جنسیش پیدا میشه با هم دیگه تفاوت داره که خب علت دقیق اون مشخص شده نیست. و یک نکته دیگه که خیلی در بیمارانمون وجود داره و حتی باعث ایجاد اختلاف در خانواده میشه اینه که فرزند زن یا شوهر عامل ویروس رو در بدن خودشون دارن ولی پارتنرشون، شریک جنسیشون این عامل رو نداره. باید عرض کنم که 1% انتقال هایی که در سطح جامعه اتفاق میفته علل ناشناخته داره که هنوز علت دقیق اون شناخته شده نیست.